با درود. معرفی مدار تایمر وبسایت سیسیان الکترونیک رو داریم. این تایمر به 3 شکل قابل مونتاژ هست. این مدل برای مونتاژ در تابلو برق و هر جعبه‌ای که مد نظرتون هست قابل استفاده است. این تایمر ناپایداره. یه مدل دیگه این شکلی من مونتاژ کردم. البته تو سایت ما فقط به شکل بورد میفروشیمش که این هست، یعنی یک بورد بدون جعبه و خود مشتری طبق سلیقش میتونه به این شکل آداپتوری یا به این شکل دوتاشو توی جعبه بذاره یا به هر شکل دیگه‌ای که سلیقش هست. مشتری درخواست زمان 20 ثانیه روشن 30 ثانیه خاموش رو داده که باید به اطلاعتون برسونم که زمان دقیق نیست، تقریبیه، چون این تایمر آنالوگ مبتنی بر تریستور و RC هست. الان من یکی از این تایمرها رو آماده کردم برای مشتری که میخوایم تست بکنیم. در دوره خاموشی یا زمان سنجی LED این مدار روشن میشود و در زمانی که خروجی میده به مصرف کننده LED رو خاموش میکنه. من در اینجا قصد دارم از یک حشره‌کش و یک هواکش یه فن استفاده کنم برای آزمایش این مدار. خب همونطور که میبینین حشره‌کش رو وصل میکنیم، تایمر روشن میشه، زمان رو میسنجه، LED روشن میشه و بعد از 30 ثانیه که دوره خاموشی هست مصرف کننده رو روشن میکنه. فرقی هم براش نداره مصرف کننده چیه، الکتروموتور، المنت یا هواکش یا الکتروموتور، فرقی براش نمیکنه. بعد از 30 ثانیه میبینید مصرف کننده رو روشن میکنه. فقط این نکته ذکرش ضروریه که این تایمر ممکنه توی یکی دو شات اول چندان دقیق نباشه، ولی بعد از شات سوم و چهارم همونطور که تو سایت به خوبی توضیح دادیم میره روی تایمی که تقریبا تنظیم کرده باشیم که خب باز بعد از 20 ثانیه هم تو که میبینین دوره روشنی رو سپری کرد. اینو تنظیم کردیم برای 20 ثانیه روشن 30 ثانیه خاموش و پس از این دوره دوباره مصرف کننده ما رو روشن خواهد کرد. یه دوره 30 ثانیه‌ای داریم که توی ویدیو هم به خوبی مشخص است که بعد از سپری شدنش LED قرمز خاموش میشه و همونطور که میبینین در اینجا دوباره به مدت 20 ثانیه مصرف کننده رو روشن نگه میداره. گفتم چند تا شات اول دقیق نیست، تقریبیه و بعد از اون به سمت دقیق شدن میره که خب بعد از این میبایست که این تایمر دقیق بشه، روی حدود 20 ثانیه روشن و 30 ثانیه خاموش. خب حالا من میخوام یه هواکش یا الکتروموتور القایی وصل کنم به این تایمر و کارکردش با اون رو هم بهتون نشون بدم. خب در اینجا مشاهده میفرمایید که من سیم هواکش رو متصل کردم به خروجی تایمر. هواکش الان خاموش و تایمر در حال زمان سنجی هست. اگر اینجوری بگیرم بهتر خواهید دید. پس از گذشت 30 ثانیه این موتور هواکش رو روشن میکنه، به مدت 20 ثانیه روشن نگه میداره و سپس دوباره وارد مرحله خاموشی میشه. الان روشن کرده. روشنه و پس از گذشت مدت زمان 20 ثانیه‌اش خود به خود خاموش میشه و این کار رو تا ابد انجام میده. این چون تایمر ناپایدار هست، ما برای ریسه های لامپ های مجالس و چشمک زن میتونیم از این استفاده کنیم، برای پمپ آکواریوم، برای تهویه، برای المنت بخاری، المنت آکواریوم، برای امورات تزئینی و غیره می شود ازش استفاده کرد. حتی برای پمپ آب کولر باعث صرفه‌جویی در مصرف برق و مصرف آب میشه و سرمایش کولر آبی رو افزایش میده، به خاطر اینکه
در مدتی که در واقع پوشال کولر آبی خیس شده دیگه نیازی نیست پمپش کار بکنه و این تایمر اونو خاموش نگه میداره تا یه مقدار رطوبت پوشال کاهش پیدا کنه و خودش هم خنکی کولر آبی رو افزایش میده و هم باعث میشه که 100 وات تقریبا پمپ ما مصرف داره، اون باعث کاهش مصرف برقش هم میشه. این تایمر مبتنی بر تریستور هست. من نرم افزار محاسبه دقیق زمان رو، تقریبا دقیق زمان قطع و وصل رو توی وبسایت گذاشتم. مشتری‌ها میتونن C2 و C3 رو خودشون تنظیم کنن با کمک اون نرم افزار که الان بهتون نشون خواهم داد. در اینجا نرم افزار رو مشاهده میکنین. این نرم افزار توی سایت هست. مقادیر تنظیمه، مقاومت روی 20 مگ تنظیمه. مقدار خازن رو طبق اون مقداری که مد نظرتون هست میتونید بذارید. حالا بریم خروجیش رو ببینیم. ببینید مشتری درخواست کرده بود برای حدود 20 ثانیه. توی نرم افزار به ما میگه که با داشتن 8.2 میکروفاراد خازن و همین مقادیر پیش‌فرض 20 ممیز 72 صدم ثانیه همونطور که دیدیم به درستی عمل کرد. محاسبه خروجیش این هست. این برای دوره روشنی بود که تنظیم کردیم روی این تایمر و برای دوره خاموشی دوباره اینجا محاسبه کردم که شده حدود 30 ممیز 32 صدم ثانیه که خب این نرم افزار در دسترس مشتریان گرامی تو صفحه تایمر موجود هست و میتونن مشاهده کنن. اینجا باز توی همین شکل نشون دادیم توی سایت که دوره اول چرخه اول و دوم ممکنه دقیق نباشه، یه مقدار کمتر یا بیشتر باشه از دوره‌های بعدی. بعد از اون این تایمر به مدت مساوی و به مدت تنظیمی که کردیم تا همیشه تا بی نهایت میاد برای ما مصرف کننده رو توی یه دوره روشن و در دوره بعدی خاموش میکنه. دوباره روشن و دوباره خاموش میکنه. با سپاس از توجه شما.